قرآن مجید، درسای قرآنی برای خانواده. الله مولانا نعمت الله را رحمت کند. مولانا نعمت الله که قبل از مولانا بدری و قبل از مولانا حافظ احمد صاحب اینجا ترجمه قرآن اهتمام میکرد. من دیگه چیزی شما را شما مسلمانان به خدا قیامت یک جرمیه که الله ما را گردن نبخشایی آیشی که قرآن ترکی. ایشون من شنیده بودم، بعد تحقیقم کردم که از خانه خودش ترجمه قرآن رو شروع کرده، به خانواده خودش درس میده. توی این کره خاکی گمراه ترین انسان کی میتواند گمراه تر باشد از اون انسانی که یدعو من دون الله، میخواند غیر از خدا. قرآن میگوید، الله میگوید مسجد ندارین، ما را کسی تحویل نمیگیره، همینجوری میگن نه ما که جایگاهی نداریم، دیگران اشغال کردن، فرزند فلانی اشغال کرده، اینجوری میگن فلان مقرب اشغال کرده. آقا همسرت، خانمت، از اونجا شروع کن، بچه‌هایت، پسر موهایت، پسر دایه‌هایت، خانوادهت، برو همینجوری، بعد به عشیرهت، بعد به قومت، بعد به روسایت، بعد به شهرت، بعد به جهان معاصرت.